آدم ابوالبشر پس از خلقتش بر طاق عرش 5 نور دید. جبریل را پرسید که اینان که اند؟ جبریل آموخت. آدم ابوالبشر گفت: 5مین آنها کیست که چنین شرر بر جانم فکند؟ جبریل گفت: او حسین است، فرزندی از فرزندانت. به مصیبتی گرفتار آید که مصائب هستی در برابرش اندک است. آدم گفت: چه؟ جبریل گفت: او را خواهند کشت در حالی که تشنه است، در حالی که غریب است، تنهاست. غریبا وحیدا فریدا. مداد و برادر بردن سر و دست و تنم را بستن به ناحق ره حق را. ظهر عاشورا حسین ابن علی به سپاهش گفت: ازشون بخواین دست نگه دارن تا نماز بخونیم. یکی از سربازای دشمن گفت: فکر میکنید این نماز شما قبوله؟ حبیب ابن مظاهر گفت: فکر میکنی که نماز از خاندان پیامبر مورد قبول واقع نمیشه و از توی درازگوش قبول میشه؟ سرباز به سمتشون حمله ور شد. حبیب هم به طرفش رفت و با شمشیر به صورت اسبش زد. اسب دستاشو بلند کرد و سربازو به زمین کوبید. اطرافیانش اونو به خودشون بردن و نجاتش دادن. من حبیبم، پسر مظاهر، کسی که توی جنگ یه تنه با شجاعت تمامی جنگید. شما مهیاتر و پرجمعیت‌ترین و ما وفادارتر و صبورتر. قسم میخورم که اگه به تعداد شما یا حتی نصف شما بودیم، گروه گروه فرار میکردیم، بد ذاتهای پلید. بعدم با تمام توان جنگید. یکی از اون نامردا بهش حمله کرد و با شمشیر به سرش زد و خونش رو ریخت. یکی دیگه با نیزه بهش حمله کرد و زمینش زد. حبیب خواست بلند شه که با شمشیر به سرش زدن و دوباره به زمین انداختنش. یکی دیگه هم از اسب پایین اومد و به سمتش رفت و سرش رو از تنش جدا کرد.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک. علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار. بینندگان عزیز و محترم، خیلی مخلصین، خیلی خوشحالم که امشب دوباره میبینمتون. عزاداریتون قبول باشه. امشب دعوت کردیم از صحابه رسول الله، از پیشگامان جنگ‌های دفاعی عهد رسول الله که در بیشتر جنگ‌های رسول الله در رکاب ایشون جنگیدن و از شاهدان وقایع کوفه هستن بعد از شهادت امام حسین علیه السلام. دعوت کردیم، تشریف آوردن، به ما افتخار دادن. الان در استودیو در خدمتشون هستیم. آقا خیلی خوش آمدیم. ممنون آقا. باعث افتخار بنده است که خسته نباشید. خواهش می‌کنم. خیلی ممنون. با این سوال شروع کنیم که شما خودتون رو معرفی بفرمایید. بله، من زید ابن ارقم هستم. یتیم بودم قبل از اینکه به دنیا بیام، پدرم فوت کرد. منو عبدالله ابن رواحه منو بزرگ کرد. همون صحابی که برای خسرو پرویز نامه برد. بله، نامه رو برد برای خسرو پرویز. درسته. و که اسلام بیاره و قبول نکرد، نامه رو که میدونید پاره کرد و اینا، و جسارت بود، توهین کرد دیگه به هر حال. ولی پیغمبر فرمودن که یعنی پیشگویی کردن که همانطور که نامه من پاره شده به زودی حکومت حکومت میشه و شکمت هم این نامه من که پاره کرده پاره خواهد شد. پیشگویی حضرت و همین اتفاق هم افتاد اتفاقا. درسته. بله. که پسر خود خسرو پرویز شیرویه در واقع کشته شد. بله. آفرین. خوب شما حافظه دارید. ما کمابیش استاد. نه ما پیر مردم دیگه، خاطره منونه. یعنی آنچه که در برزخ کشیدیم و مصیبت ها، ولی به هر حال دیگه همه چیزا ما از پل رد شده به قول معروف. شکر خدا. بله بله. شما حالا من حدس میزنم برای چی از پل رد شدین، حالا آخر میگم. الهی خیلی ممنون. به هر حال منو چون یتیم بودم بزرگ کردم و از انصار هستم. ببخشید یه سوال کوچیکی هم داشتم. این عبدالله ابن رواحه که در واقع پدر خوانده شما بود، شما رو تحت سرپرستی گرفت در جنگ همین. بله در جنگ موته شهید شد ایشون. همون زمان رسول الله. بله در غزوه موته اونجا شهید شد. خدا رحمتش کنه. خدا رحمتش کنه. غزوه موته همون غزوه است که جعفر طیار هم تو شهید شده. درسته. درسته. خوب شما اطلاعات دارید. کمابیش. آفرین. من برای اطلاع بینندگانم بگم غزوه موته مسلمونا برای اولین بار بود داشتن با رومیان مواجه می شدن و مسلمونا مال عربستان بودن. عربستان اصلا جنگ کلاسیک بلد نبودن اعراب اون موقع. اینا وقتی که رسیدن به لشکر روم، همون حوالی اردن، لشکر روم شرقی، از حوالی 1-2 ساعت مونده به غروب آفتاب تا خود غروب آفتاب چند هزار نفر از مسلمان‌ها کشته شدن و شکست کامل خوردن، چون روم یه ارتش کلاسیک نظامی بود. و در اون جنگ همونطوری که جناب زید بن ارقم فرمودن، اول جعفر طیار برادر امیرالمومنین علی علیه السلام شهید شدن، بعد زید بن حارثه، بعد عبدالله ابن رواحه. اینا به ترتیب فرماندهان اون لشکر بودن. بعد دیگه مسلمان‌ها عقب نشینی کردن دیگه، یعنی در واقع شکست کامل شد و هیچ کاری دیگه نمیشد که عقب نشینی. یکی از خوشحالی من اینه که در 19 جنگ شرکت داشتم که 17 تاش از غزوات حضرت رسول در رکاب رسول الله جنگیدم. بله. فقط تأسف من اینه که در جنگ احد و بدر نبودم. چطور اونجا نبودیم؟ حالا چطور؟ به دلیلی که حضرت اجازه ندادن. چرا؟ چون من نوجوان بودم. نمیخواستین شرکت کنم، ولی اجازه 11 ساله بود، 12 ساله بود و حق داشتن. تجربه جنگی نداشتن. درسته. اینه. یک خاطره یادم آمد. داشتیم از جنگ برمیگشت. شما ماجرا عبدالله ابن ابی رو شنیدید که میخواستم بگم؟ عبدالله ابن ابی رئیس منافقین مدینه. درسته. کدوم ماجراشون؟ ماشاءالله کارنامه سیاهی داره. داشتیم از جنگ برمیگشتیم. درسته.
بین یه مهاجر و بین یکی از انصاب بگو مگوی شد. عبدالله ابن ابی همش میخواست نفاق بندازه، میخواست یه کاری بکنه، جنگ صورت بگیره، یه اتفاقی میخواست بندازه. وقتی که دید این افتاد سوء استفاده کرد، گفت نگاه کن، ما به اینها که ذلیل بودن عزت بهشون دادیم، خونه دادیم، کمکشون کردیم، دارای چیزی شدن، سری همسری چیزی عزت پیدا کردن. حالا اگر برگردیم مدینه دوباره همینجور بدبختشون خواهیم کرد، دوباره ذلیلشون خواهیم کرد. من اینو شنیدم، داشت میگفت من اینو شنیدم. سریع رفتم این حرف به حضرت رسول گفتم یه همچی اتفاقی افتاده. ممکنه به صورت کار بالا بگیرن. بله که جلوشون نگیرن. حضرت بله بفهمم. این با دار و دسته مثل این که وصی هم داشته این عبدالله بن ابی سلول. برای همین منکر شد، گفت نه من همچه حرفی نزدم. گفتم حضرت خودش گفت، قسم خورد. میگه میشه آدم دروغ بگه بر رو دروغش هم قسم بخوره آخر. اما از اونجا که ایادی زیادی داشت، همه از سران بودن، پشتیبان اونو کردن و گفتن که این بچه است، این اشتباه کرده، یه حرفی زده، چیزی نبید. من دلم شکست. از اونجایی که خدا بالا سر آدم هست، وقتی دید دلم شکست، سوره منافقون نازل کرد. عجب. از سوره منافقون که میگه که به رسول الله میگه چه استغفار براشون بکنین، چه استغفار براشون نکنین، من نمیبخشمشون. اگر 70 براشون استغفار بکنی من نمیبخشمشون. راجع به این ماجرا بله میگه به حضرت رسول وحی اومد که ایمان نیارید به اینها، اینا به ظاهر و صلاح هستن، خوش بیان هستن، خوبن، اما چی در درونشون چیز دیگه است. اینا نفاق میگه. برای همین سوره منافقون اونجا آمد. جناب زید بن ارقم، شما بعد از رسول الله در جنگ‌های امیرالمومنین هم شرکت داشتین؟ بله، در جنگ صفین بودم. بله.
عجب جنگی بود. وقتی این هواخواهی رو چون اصحاب امیرالمومنین در دوران کوفه یه سریاشون تو این دوران جدید آمدن به ایشون پیوستن، مثلا در دوران بعد از رسول الله با ایشون نبودن، هواخواهی نداشتن. یه سری از کسایی که در دوران خلافت امیرالمومنین تو کوفه، دیگه خودتون مستحضر هستین، با امیرالمومنین بودن و حتی در رکابشون جنگیدن، در دوره خلیفه اول و دوم هواخواهی نسبت به امیرالمومنین نداشتن. بعداً متوجه شدن که آقا علی چقدر خوب بود و ما حیفش کردیم که این مدت. شما چجوری بود موضعتون؟ ماجرا از سقیفه شروع شد. من واقعا همیشه دلم میشکنه وقتی واقعه به یادم میاد. اصل قضیه از سعد ابن عباده شروع شد. در واقع رئیس قبیله ما خزرع بود. درست. بله رئیس قبیله. میخواست اون مثلا بشه خلیفه. درست. ولی بعد گفتن نه تو کجا و خلیفگی کجا. من اونجا حتی پیشنهاد دادم، گفتم که اگر واقعا حضرت علی جانشین پیغمبر بشه تمام این نفاق‌ها و اختلاف‌ها برچیده میشه. بهترین حرف حکیمانه رو زدین. یک حدیثی هم از رسول الله هستش که لو اجتمع الناس علی حب علی ابن ابی طالب لما خلق الله النار. اگر همه مردم بر محبت علی ابن ابی طالب جمع میشدن اصلا چیزی به اسم جهنم خلق نمیشد. جناب زید بن ارقم اگر اجازه بدین ما کم کم بریم به سمت وقایع بعد از معاویه و اون دوران بسیار بسیار سخت و ناگواری که منجر به حادثه عاشورا شد. شما در عاشورا شرکت نداشتین در رکاب امام حسین؟ من نه. حقیقت امرش اینه که من روز عاشورا میخواستم برم در رکاب حضرت باشم. با جدش بودم، با پدرش بودم، میخواستم باشم، اما از اونجایی که توانایی بدن نداشتم، 70 سال خورده سن داشتم، نتوانستم. اما از اون باقی مانده های جنگ عاشورا به گوشم رسید که روز عاشورا امام حسین رو به ابن سعد و لشکریان کرد که اگر قبول نداره که جده ما گفت که امام حسن و امام حسین از سیدان، از پسران، از جوانان اهل بهشت هستن، برید از زید بن ارقم، یعنی از من ناقابل بپرسید. من امین اینها بودم. خیلی افسوس خوردم که چرا نبودم در آن روز. یکی از وقایع اون بعد از واقع عاشورا، من در کوفه توی یکی از حجره ها نشسته بودم که حجره بازار. بله بازار، که سرها را داشتن می بردن. ناگهان سر امام حسین را دیدم که یکی از آیات اصحاب کهف، سوره اصحاب کهف میگفت، درست عین سر یحیای نبی که از آیه از تورات بخون. این آیه شویرشونه ام حسبت ان اصحاب الکهف و الرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. الله اکبر. آقا ما خیلی مدیون شما هستیم. الله. چون من خودم این حدیث رو تو کتاب از شما نقل شده و خوندم و خاطر همین خیلی به این آیه علاقه پیدا کردم. تو ذهنم از سالها پیش ثبت شد. ممنون. و اون جمله‌ای که گفتین خیلی عجیب تره. میخوام بهتون بگم چه جمله‌ای از شما نقل شده در تاریخ. من میخوام بگم که لذت ببرین که اینجوری مونده تو تاریخ از شما این یادگاری. مردم دقیقاً از به خاطر این چیزی که از شما نقل شد بعد دیگه قصهش درست شد که سر امام حسین دائم بالای نیزه قرآن میخوند. ولی تو تاریخ یکی از 2-3 نفر، شاید حتی فقط شما بودین که اینو نقل کردین و دیدین. درست. که به اصطلاح آیه خب این است: ام حسبت ان اصحاب الکهف و الرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. آیا میپنداری که قصه اصحاب کهف از میان آیات ما چیز عجیبیه؟ که بعد شما وقتی که اینو شنیدین که سر امام حسین علیه السلام بالای نیزه دائما میخونه، اون عجیبه. احسن. سر بریده این آیه رو بگه عجیب اونه، نه این احسن. اصحاب که کهف. گفتین سر بریده توی پسر فاطمه، از این عجیب تره، از قصه اصحاب کهف عجیب تره. اونجا مجلس عبیدالله شما رو به زور بردن یا خودتون رفتن؟ نه به زور. آقا من برای خودم کسی بودم. من چند سال سرپرست بیت المال عثمان بودم. وقت آمدم به زور. میدونی برای چی؟
ابن زیاد میخواست قدرت خودش نشون میده، میخواست این خانواده رو خار ذلیل کنه. ملعون. آقا وقتی ما وارد مجلس شدیم دیدم علی ابن الحسین و قل جامه، شنیدی؟ قل جامه پابند زده بودن، دستها رو اینجا زیر گردن نگذاشتن حتی حضرت تکان بخوره اینطوری. بعد من نتونستم تحمل کنم با همه اینها. وقتی اون جماعت دیدم، مردم دیدم، همه شادی میکردن، من غیظ گرفته بود، من میخواستم خرخره این ملعون بجوم، ولی باز تحمل کردم. اما اتفاقی افتاد که دیگه نتوانستم که تحمل کنم. ملعون چوب خیزران رو برداشته بود به لب دهن حضرت امام حسین میزد. بهش گفتم ای ملعون، ای کافر، این لب و دهن رو جد بزرگوارش حضرت رسول اینا رو بیبیوسی، تو چطور جرأت میکنی اینطور بکنی؟ خجالت بکش، حیا بکن مرد. ولی انگار که نه، انگار اون تحت تاثیر قرار گرفت و همچنان میزد من زد. گفتم چون پیر مردی من به تو کاری ندارم، تو احمقی، احمق خودتی، احمق کس کارت. ای ملعون، ای ملوز. من دیگه نفهمیدم چی شد که بعد آمدم تو بازار گفتم ای مردم عرب، هوشیار باشید، شما کاری کردی که پسر فاطمه رو کشتی و در عوض پسر مرجانه رو فرمان روای خود کردید. روزی خواهد رسید که بهترین شما را همین ملعون خواهد کشت و بدترین شما را هم به بردگی خواهد کشید. که دیگه تحمل نکردم. من دیگه بعد از این دیگه از اونجا رفتم و تو محله بدی کنده زندگی کردم، همون جایی که قطام ملعون اونجا زندگی میکرد. و در سال 66 به همون محله‌ای که مسلم نعقیل رو توش فروختن و بعد کشتن. بعدش در سال 66 تو واقعه مختار که منتقم قاتلان حسین بود، در سال 66 من دیدیم به چشم خودتون که قبل از اینکه دعوت حق و لبیک بگین، دیدیم به چشم خودتون که چجوری مختار انتقام گرفت. خرسند کرد، همونطور که علی ابن الحسین گفت دل ما رو شاد کرد، ما خوشحال شدیم و دیگه من دیگه تمام شد. خدا دلتون رو شاد بکنه همچنان توی عالم برزخ. من میخوام بگم که رسول الله فرمود که بالاترین چیز نزد خدا در روز قیامت کلمت و حق عند امام جائر، سخن حقی که نزد یک پیشوای ستمکار گفته بشه. تو اون شرایط شما خیلی جگر نشون دادین که اینجوری توی شکم ابن زیاد رفتین و از خانواده پیغمبر دفاع کردین و خدا بالاترین اجر رو به شما بده. کاری نکردم، وظیفه دینی و شرعی مسلمانی انسانی من بود، همش یک طرف، اینش مهمه، وظیفه انسانی من بود. خدا هم به شما اجر بده. سلامت باشین. خدا از جانب زینب کبرا که تو همون مجلس دختر علی ابن ابی طالب اونجوری با قل و زنجیر کشیده شده بود به شما اجر بده. محشر سر تو، شکایت مادر تو، محشر سر تو، شکایت مادر تو، انگشت جدا فتاده از پیکر تو، برخیز و شفیع امت جدت باش، بردار سر از خاک ولی کو سر تو. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
در جایگاه قرار بگیر. اینجاست دیگه. هستم. خودتو معرفی کن. بله. خودت رو معرفی کن. زهر ابن قیس جوفی. صدا میاد. صدای چی میاد؟ نوحه میخونن، جیغ میکشن، فوش میدن، بعد میزنن تو سینه‌شون، بعد میزنن تو سرشون. صدا میاد. کی نوحه میخونه؟ بچه هست؟ نمیدونم. نگاه کردم دیدم هیچ کدومشون نیستن. من با تازیانه رفتم گفتم به دستای شیشم میخندید، مثلا زلجاشن میخندید، دندوناشو نشونم میداد، میگفت جنا نوحه میکردن برای حسین. صدا میاد. کیه این صدا میترسی؟ همش تو سرمه. هر لحظه بیشترم میشه. هی میزنم تو سرشون، بعد میخوره تو سر من. صدا میاد. چی میگن؟ میگن قتل حسین به کربلا عطشانو. صدا میاد. خب تشنه بود چه کار کنم؟ تشنه بود. من فقط حامل سرشم. صدا میاد. امانتیت چی بود؟ رأس حسین، سر حسین ابن علی، سر بود ابوالفضل العباس. یالم سر دیگه. صدا میاد. تنها بردی این سرا رو؟ من بودم. شمرم بود. گفتم که دندوناشو نشونم میداد. این من میخندید، من مسخره میکرد، میگفت جنیات دارن نوحه میکنن. بعد با یه عالمه زن و بچه ها کوچیک بودن. بعد زن ها خمیده بودن. همشون سوار شتر کردیم. شترهایی که جهاز نداشتن. هی تکون میخورد. یکیشون که لنگ بود، علی ابن حسین رون نشسته بود. به رون شتر لنگه اینجوری لنگ میزد، بعد میومد، ولی همینجور رو نگاه میکرد. هر چی سعی کردم با علی ابن حسین حرف بزنم صداش در نمیومد. صدا میاد. هیچی نمیگفت. فقط کلی که راه رفتیم دیدم که یه صدایی اومد گفت سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. برگشتم دیدم علی ابن حسینه. دیدم نه حرف نمیزنه، رو نگاه میکنه. اینور نگاه کردم دیدم هیچ کس نیست. اینور نگاه کردم دیدم دوباره میگه وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. صدا میاد. سر حسین بود. رو ایستادی گفت وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. من سر رو برداشتم، کردم تو جبه، درشو بستم. بعد دادم به این سربازه ببره بزنه یه جایی که من صداشون نشنوم. صدا میاد. بعد شرم گفت نزدیک شهریم، باید بذاریم روی این نیزه ها. بعد مجبور شدم دوباره بیارم. این سره نگاه کردم گفتم صدا در نیاد. صدا میاد. بعد رفتیم دیگه. رفتیم تو هر شهری که میرفتیم این سرا رو نشون میدادیم. خیلی نفرین میکردن، لعنشون میکردن، ما رو تشویق میکردن. بعد یه پیرمردی اومد گفت ستایش مخصوص شماست
که دشمنان خدا را کشتید. علی ابن حسین نگاهی کرد بهش، بعد نمیتونست جوب بخوره. تا اینجا توی زنجیر بود. بعد صدا میاد. بعد گفت پیرمرد قرآن خوندی؟ گفت توی قرآن چند بار اسم اهل بیت اومده؟ گفت زیاد. گفت مگه نگفتن که خدا اراده کرده اونا طیب و طاهر باشن؟ گفت بله. گفت مگه نگفتن که بندگان خدا و اهل بیت خدا در نزد خدا عزیزترینن؟ گفت بله. هر چی گفت بله خوندم. گفت به خدا قسم اون ماییم و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب. صدا میاد. پیرمرد ماماشو برداشت حد کرد. بعد رفت اون وسط داد زد. گفت خدایا شر دشمنان محمد و آل محمد به تو پناه میبرم. صدا میاد. هیچ دیگه. گفتم پیرمرده رو بزنین کنار، خواهیم بریم. زدنش کنار. ما رفتیم همینجور که رفتیم مستقیم رسیدیم به یکی از این یه دیر بود، صومعه. این وسط ناکجا آباد بود، پتروکه بود. در رو باز کردیم، داد زدیم، صدامون میپیچید. صدا میاد. یه آقای اومد پایین. گفت مهمان حبیب خداست. گفتم حبیب خدا رو آوردیم. حبیب خدا رو آوردیم خودمون نمیدونم کی. بعد اومدیم تو. بعد بر ما آب و غذا آورد. تشنگیمون رفت شد. صدا میاد. اومدیم بیرون. بعد دیدم بدون سر بدون پا بدو اومد پیش ما. گفت تو جعبه چیه؟ گفتم مگه تو میدونی؟ دستتو بکش به دستک. اون مال منه. من باید ببرم سنو خلط بگیرم. منو خلط بازی که خیلی سختی کشیدم. خیلی. صدا میاد. بعد گفت من نمیخوام کاری بکنم. سله خلط مال شما. من یه خواب دیدم. گفتم من تعبیر خواب نمی کنم. گفت من خواب دیدم. گفتم خب بدن. گفت من خواب دیدم که گفتن یه خورشید میاد پیشت. من گفتم خورشید میاد. تو صدا میاد. گفتم خب حالا میگی چیکار کنم؟ خورشید همیشه میاد، بعد ماه میاد، بعد خورشید میاد. گفت نه اینی که تو جعبه است. من میخوام امشب میخوام باش حرف بزنم. حرف که زدم بعد صبح ببرینش. گفتم اوه صدا میاد. گفتم میخوای تو ببریش جمیر سلو خلط بگیری؟ نمیذارم. گفت نه من هر چی میخوام بهتون میدم، فقط من شب میخوام باهاش تنها باشم. میتونین درای صومعه رو زنجیر کنین مثل علی ابن حسین که تو اینجاش تو زنجیر بود. گفتم من درا رو زنجیر میکنیم ها، نمیذاریم بیای بیرون. گفت نه نمیام بیرون، هر چی بخوام بهتون میدم، فقط بذارین شب اونجا بمونم. سر رو دادیم بهش. بعد اومدم رفتم پیش شمر. گفتم شمر. گفت صدا میاد. باز دوباره خندید. باز دوباره دندوناشو نشونم داد. گفت دیوان اونا جنیان. بیا من حالتو خوب میکنم. بیا بریم پشت صومعه. نه من با همه بریم پشت صومعه. رفتیم پشت صومعه، نشستیم دور آتیش. یهویی دیدم از تو خورجین شم چیزایی در آورد گذاشت. گفت شراب دمشق آوردم، امشب میخوایم بریم اون بالا. خوردیم به کلمون گرم شد. بعد هنوزو که کلمون گرم شد یه دستی اومد بالا، رو دیوار نوشت اترجو قتلت حسین
شفاعت جدی عمل حسابی. آیا آنان که حسین را کشتند شفاعت جدش را در روز حساب امید دارند؟ صدا خیلی بیشتر شد، من دویدم، تمام مدت دویدم، انقدر دویدم که بابام از نو افتاد، ترسیدم، نشستم رو زمین، سرمو گرفتم به دستم، گفتم صدا میاد. یهو دیدم آقای قاضی، خودم خیس کردم. باز شبتر تو داشت نشونم داد، گفت دیوانه، اونم جنا بودن. باز دوباره کلمون گرم شد تا صبح شد. خورشید اومد بالا. بعد باز دوباره سران رو گفتم دراریم بذاریم روی نیزا، خواهیم بریم شهر بعدی. برای شهر بعدی دوباره باز مشکل داشتیم. هرچه تناب زنجیر همه چی آوردیم کلا رو ببندیم و بالا. حسین نه ابوالفضل پسرعموی شمر بود، ولی اصلا مهم نبود براش. گفت محکم ببندش نیفته. ما محکم بستیم، خیلی محکم بستیم. سر له بود اون بالا وای نمیستاد. بعد نیزه رو گرفتن دستشون رفتن. همونجور که رفتن جلو، من جلو را میرفتم که بگم قافله سالار منم، سلاح و خلعت منم، همه چی من از بچگی خیلی سختی کشیدم. صدا میاد، یهویی صدای جیغ اومد. بعد گفتم چی شده؟ صدا میاد. گفتن نه این صدا نیست، قدم نو رسیده است. زن حسین میخواست بزاد. بعد گفتم خب بریم تو شهر. شهریار رامون ندادن تو حلب. بعد گفتم چرا ما رو نمیدن؟ گفتم مشکل شما نیستی، مشکل اینا. نگاه کردم دیدم اینا. گفتم به خاطر شما هر جا بریم خار میشیم، هر جا بریم ذلیل میشیم. دیگه گفتم نمیریم شهر. از کنارش رفتیم دوباره صدای جیغ اومد. صدا میاد. کیا باهاتون بودن که راهتون ندادن؟ خیلی بودن. زینب کبرا، علی ابن حسین، رقیه. بچه به دنیا اومد؟ نه مرد. صدا میاد. چی کار کردن اون جنین؟ دفنش کردن دیگه، پشت همون کوه حلب دفنش کردن. هنوز مقبرهش اونجاست. الان 1400 سال گذشته دیگه، نه؟ هنوز اونجاست فکر کنم. صدا میاد. مادر بچه چی کار کرد؟ گریه که نمی کرد، جرأت نداشت. من اینجوری مثل بالا سرش بسیده بودم، گفتم گریه کنی میزنمت. گفت گریه نمی کنم. برگشت سمت حلب. بعد اونا رو نفرین کرد. من به جای اونا ترسیدم. صدا میاد. رفتیم جلو رسیدیم به دمشق. خیلی راه رفتیم. یه آقا اومد گفت من سهل ابن سعدم. گفتم خب باش. گفت 400 دینار بهت میدم. گفتم بده. گفت 400 دینار بهت میدم، بیا جلو، سر حسین رو بیار جلوتر، اونا عقب‌تر بیار. گفتم برای چی؟ گفت سکینه گفته نمیخوام خار شم، نمیخوام ذلیل شم، نمیخوام ما رو اهل بیت اینجوری ببینن. سر حسین رو ببرید جلو، ما عقب‌تر بیاین. گفتم باشه بریم.
400 دینار تو بده. هنوز پولش رو من نداده بود. شب پسر زنجوشن اومد باز کار خرابی کرد. گفت نه 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 پول نمیگیریم، سرا رو ببریم وسط هیئت، سرا رو ببریم وسط زنا. برد وسط زنا، بعد زنا رو گفت دور تا دورشو بگیرین بیاین. میخواست هم سرا رو ببینن هم زنا رو ببینن. اینقدر که نامرد بود. من نبودم، من میخواستم پول بگیرم جلو بیام، ولی اون نامرد بود. گفت سر باید وسط زنا باشه. ما رفتیم وارد شدیم. یه عده توف کردن، یه عده گریه میکردن. جلو مسجد جامع گفتم وایسین همینجا. همونجا وایستادن، ما هم نگاهشون کردیم، گفتیم همینجا وایسین. اونا ما رو نگاه کردن، وایستاده بودن، ما همینجا گفتیم وایسین اینجا. صدا میاد آقا، خیلی صدا میاد. بگین درها رو ببندن. اونا پشت درن دارن میاد. صدا میاد. چرا نمیشنوی خواستی؟ صدا میاد. رفتیم بارگاه. یزید سر و خواست گذاشتن اونجا، پارچه رو زدن کنار. یزید نگاه کرد، روشو برگردون. سر شروع کرد قرآن خوندن. قرآن خون. زد یزید زد با چوب خیزران. زد به لب و دهنش. زنای دیگه گریه میکردن. این وری هم گریه میکردن. اونایی هم که پشت پرده بودن خانواده یزید، اونا هم گریه میکردن. بعد یزید گفت اینا هم دارن گریه میکنن، من فاتحم. شما چرا گریه میکنین؟ اینا باید گریه کنن که من سر پسرشون رو گذاشتم روی نیزه، سر شوهرش رو گذاشتم روی نیزه، سر حبیب خدا رو گذاشتم روی نیزه، الان با چوب خیزران زدم. شما گریه نکنین. من اونا گریه میکردن. یزید سرش درد گرفت، اینجور سرش گرفت، رفت. فکر کنم اونم صدا شنیده بود. صدا میاد. خیلی صدا میاد. تو هم گریه میکردی؟ ها؟ خیلی صدا میاد. آقای قاضی صدا میاد. زهر ابن قیس، تو به نفرین ابدی تاریخ محکوم. کی؟ تو به نفرین ابدی تاریخ محکوم. چرا؟ دیگه صدا نمیاد.